سلام بیننده های عزیز، هر جای باشین از جور صحتمند باشید. از امروز با ما همراه باشید. ما چه جور بودم یه غذای محلی وطنی از مو فهمیدی چیه؟ آردش جواریه یه رقل بلمونم. اجزایی که ویدیو نساینید لایک کامنت یا چی مناره ای از درشتیشه ای رو وسمونیم باز نرمیشه میگیریم. بیننده های عزیز که ویدیو نمیگیرید نظرهای خود کامنت ها بودید که شما از این چیزا جور کردین نکردین. به نظر ما زیادی شما شاید جور نکرده باشین. ولی بیل شد گاز روشن کردیم دیگه میمونم داخلی دیگه و جوش میندازم. یه موجوش اول انداختیم. این شمزا دوغم از دست کردیم که ما از چی دوغ جور کردیم. یا همون جوش کرد این سماعادم ده بیرون از زا در دادیم داخلی از یه انداختیم زیر شاتش میدیم تا او جوش کنه. از زمان فهمید ما دوغ از این جور کردیم. این هم قرود از دا این قرود او کردیم. از داده قرود کلان کلان بود او کردیم آخر شیقه مانده بازیره که او کردیم از یو کش ریزه تیرون توی قردای کلانش تیر نکنه فقط تنها دوخش بوره. یه مورد که باید که قلبیل کردم میشه مزام از که داخل چگذر دوغ میندازیم که خوب سرخ شوه سری بازم اما جوش کرد این حالی مفهمید از دایی چیه لیتی جیوری جور مونم. تا حالا جور کردین؟ باز در کامنت ها بگید. یا مزا لیتی جیوری ما جور شد. زیرش خوب کم میکنیم خوب پخته شوه. از اینجی ده پخته شد اینا رو در کاسه کشیدیم با سرش از دوغ میندازم اینش از دو مسکه یک داخل چی دیگه. این بود از ویدیوی امروز ما تا ویدیوی بعد دیگه از خدا یار نگهدارتان. لایک کامنت سابسکرایب یا چه منری و از تشکر که تا آخر با ما بودید.